بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم تو این ویدیو با هم دیگه بررسی کنیم روش مطالعه درس زیست شناسی رو که چطور من بیام این درس رو بخونم که هم کیفیتم بره بالاتر و هم بتونم درصد خوبی رو تو این درس کسب کنم. بچه‌ها کلا میخوام یک سری اطلاعات اولیه رو بهتون بدم، بعد بریم سراغ روش مطالعه های این درس. خب دوستان ببینید، این درس زیست شناسی سرنوشت سازترین درس شماست. یعنی چی؟ من تو این چند سالی که تو حوزه کنکور بودم کارنامه‌های به شدت زیاد رو دیدم. من دیدم که مثلا میگم ریاضیش خیلی کم بوده، اومده با زیست بالا جبران کرده. خب فیزیکش خیلی کم بوده، اومده با زیست بالا جبران کرده. ولی ندیدم بچه‌ها زیستش خیلی کم باشه مثلا بیاد با ریاضی بالا جبران کنه. این بچه‌ها ممکن نبود. واقعا درس مهمیه و نمیشه پشت گوش انداخت. پس هم سرنوشت سازه و هم مهم. نکته‌ای که هست بچه‌ها پرچالش هم هست، یعنی درسیه که سخته و این شکلی هم نمیشه مثلا یه دونه کلاس ببینی 10 تا تست بزنی از عهده این درس بر بیای. این شکلی هم نیست. اگر بخوام حالا دوباره اینا رو خودتون میدونید، ولی خب دیگه به هر حال گفتنش خوبه. 45 سوال توی دفترچه و 45 دقیقه هم زمان داریم. حدوداً میشه برای هر سوال 1 دقیقه. من میام میذارم بچه‌ها 6 الی 8 ثانیه برای پر کردن پاسخنامه. پس برای هر سوالی حدوداً ما 50 ثانیه زمان داریم. برای همینه میگم بچه‌ها وقتی میخوایم بازه های تستی آزمونی بزنید 20 تست رو در 15 دقیقه بزنید. چون سر جلسه کنکور هم همینه، شما میری اونجا میبینی که بله تایم کم آوردی. چرا کم آوردی؟ چون این بازه رو رعایت نکردی. این رو توی تابستون اجرا نکنید، این رو توی حالا پاییز و زمستون که یکم راه افتادید، حالا تستنی بلد شدید، یکم مباحث رو خونین رفتین جلو، میتونید کاملا اجرا کنید. یک سری بچه‌ها اطلاعات هستش که خود سازمان سنجش اومده اینا رو بهمون گفته. تو کنکور 401 اومد یه اطلاعیه داد و اینا رو بهمون منتشر کرد. برای همین چون رسمی ام و معتبرم من دارم از 401 بهتون مثال میزنم. اومد گفتش بچه‌ها تو همین تست حالا کنکور 401 ما حدود 11 الی 12 تست شمارشی داشتیم. تستای شمارشی رو خیلی‌ها میگن من نمیزنم، خیلی‌ها میگن من آخر سال حل میکنم. بچه‌ها نمیزنم نداری، حتما باید حل بشن و خیلی هم مهمن. 12 تا تست اصلا شوخی بردار نیستن. برای همین واقعا از این به بعد که وقتی میخوای تست شمارشی تحلیل کنی و بزنی با یک نگرش ویژه‌ای به این تستا نگاه کن. بگو بچه جون من الان قراره 1 سال دیگه، حالا 2 سال دیگه، حالا اگر دهمی 3 سال دیگه من قراره این تستای شمارشی رو حلش کنم و رفته رفته هم تعداد اینها داره میره بالاتر. یهودی تو کنکور خودت 16 تا تست شمارشی اومد، میخوای چیکار کنی 16 تا نزنی؟ مگه میشه؟ پس مورد اول چی شد؟ اهمیت دادن به تستای شمارشی. مورد بعدی چیه؟ بچه‌ها سنجش اومد گفتش نام دانشمند، کارهاشون و زندگیشون برامون مهم شده. اومد گفت خیلی از سوالای 401 مربوط به همینا بودن. بعد اومد گفتش آقا شکل‌های کتاب درسی به شدت باید توسط داوطلب بررسی بشن. واقعا الان دیگه هر سال شکل‌ها دارن یک رکورد دیگه‌ای رو میشکنن واسه خودشون. پس تست‌های شمارشی برامون مهمن، نام دانشمند واسمون مهمه و شکل‌های کتاب درسی هم واسمون به شدت مهم هستن. بچه‌ها موردی که هست ما هر سال 1 الی 2 تست غلط توی دفترچه داریم. چرا این کار انجام میدن؟ ما حدود حالا 600,000 گفتن، 1,000,000 گفتن. خب داوطلب تجربی داریم. ما نمیتونیم این حجم از مثلا داوطلب رو بیایم با 45 دونه سوال بررسی کنیم. مثلا به یکی بگیم تو برو پزشکی بخون، به یکی بگیم تو پرستاری بخون، به یکی بگیم تو اصلا قبول نمیشی. این خیلی کار سختیه. برای همین میاد 1 الی 2 تست غلط میده و اینجا نصف داوطلبا به خاطر استرس حذف میشن، یعنی دیگه تموم میشه کارشون. برای همینه که هر سال ما 1 الی 2 تست غلط داریم. سنجش هم اینا رو گردن نمیگیره. پس باید عادت کنین که با اینها درست سر و کله بزنین، استرس نداشته باشی، به خودت فشار نیاری. زمان دفترچه یا هر کاری که توی خونه تمرین کردی، تستای سراسری، سر جلسه کنکور هم باید اینا رو حفظشون کنی.
این از این. موردی که هست حالا مربوط به مبحثی که خیلیاتون دوست دارین، ما گیاهی ها رو در دهه 90 خب مثلا سال 90 سال 92 94 کلا گیاهی از اون همه فصلی که بود گیاهی خیلی زیاد بود، کلا پا حذف شدن. بچه‌ها کلا 2 الی 3 تست داشتیم، دیگه خیلی زیاد میشد 4 تست بود. برای همین استاد و معلم میومدن میگفتن آقا این گیاهی رو من نمیخوام بخونم مثلا ولش کن. خب ولی در کنکور 401 ما حدود 9 تست گیاهی داشتیم و دیگه مباحثی نیستن که ما بگیم ما اینا رو نمیخونیم. مگه میتونی نخونی؟ 9 تا تسته، حالا 10 تا حساب کنیم حدودا میشه 20% کنکورت. پس چیز الکی نیستش، خیلی مهمه و به شدت هم تاثیرگذاره. برای همین گیاهی رو حتما باید جدی بگیرید. مورد بعدی که هست، ما توی این درس تا حد امکان تا جایی که میتونیم بچه‌ها حذف نمی‌کنیم، چون اینا با هم دیگه کاملا مرتبطن. یهو مثلا می‌بینی فصل هورمون 11 میاد با مثلا تولدمس ترکیب میشه، بعد تولدمس میاد با گوارش ترکیب میشه، گوارش میاد مثلا با قلب ترکیب میشه. اینا تو سالهای گذشته تکرار شدن ها، یعنی این اتفاق افتاده، این ترکیب شدن رو ما داشتیم. پس نمیتونیم حذفش کنیم، تا جای ممکن میایم اینا رو میخونیم. الان بریم سراغ روش‌های مطالعهش. من خواستم یه اطلاعاتی رو بگم که خود سنجش منتشر کرده بود و شما هم در جریان باشید. من کلا 3 روش، یعنی 3 مرحله برای خوندن زیست میخوام بهتون بگم. بچه‌ها این 3 روش دیگه ولش کن. مثلا یکی از بچه‌ها اومده بود گفته بود من مشاورم میگفت مثلا ما 6 مدل تست داریم، 7 مدل تست داریم. بچه‌ها اینا اصلا مهم نیستن. مگه سر جلسه کنکور از شما میپرسن که مثلا چند مدل تست داریم؟ تو باید دنبال چیزهای کاربردی باشی، کاربردی و به درد بخور. باید آقا گلیم خودت رو از آب بکشی بیرون، به دردت بخوره و تموم بشه بره. دیگه بقیه چیزا رو ولش کن، اون حاشیه‌ان، اون اصلا به دردت نمیخورن. 7 مدل تست رو میخوای چیکار کنی تو؟ برای همین واقعا گوش کنید و برای کاربردی بودن مطلب تلاش کنید، نه اینکه صرفا 12 مدل روش مطالعه زیست بلد باشین و 4 مدل ریاضی بلد باشین. اینا به درد نمیخورن. ما 3 روش زیست داریم، 3 روش مطالعه. خب یعنی 3 مرحله. مرحله اول بهش میگیم نگاه اجمالی. این مرحله مخصوص دوستانیه که پایه ضعیفی دارن. خب یعنی به شدت زیستشون میلنگه، درصدهای 20% همیشه زدن و 1% بالای 40 یا حتی مثلا 45 ندارند. حتما باید این رو اجرا کنن. نگاه اجمالی مخصوص حالا فصلایی که خیلی وقت پیش خوندی یا حتی اصلا نخوندی. میای چیکار میکنی؟ بر فرض مثال میای پاراگراف رو مطالعه میکنی و میخونی. دوستان هدف از نگاه اجمالی این نیست که شما مثلا کاملا متوجه بشی، بفهمی و مثلا بدونی که موضوع چیه، قیدا رو حفظ کنی، شکل‌ها رو یاد بگیری. نه، هدف فهمیدن اولیه است. یعنی صرفا من وقتی یک پاراگراف رو میخونم خب بدونم که آقا اصل مطلب این پاراگراف چی بود، در مورد چی حرف میزد. بر فرض مثال ما میریم اینجا، خب این یک حالا صفحه ای از لیست دهم گوارش. من مثلا میام این پاراگراف رو میخونم. اگر انقباض بنداره انتهای مری کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید میشود. در این حالت مخاط مری به تدریج آسیب می‌بیند، زیرا حفاظت دیواره آن به اندازه معده و روده باریک نیست. سیگار کشیدن، الکل، رژیم غذایی نامناسب و استفاده بیش از حد از غذاهای آماده، تنش و اضطراب از عوامل بازگشت اسید معده است. من این پاراگراف رو برای اولین بار خوندم. خب الان یه مثلا ببین اینا یادم نیستن، چیزایی که باعث میشد مثلا این اتفاق بیفته یادم نیست، ولی صرفا میدونم اومد گفت آقا اگر بنداره انتهای مری کافی نباشه انقباضش، اسید میاد بالا و چون اون لایه محافظتی مثلا روده رو نداره خیلی زودتر آسیب میبینه. اصل مطلب همین بود. نگاه اجمالی به این میگن. دیگه گیر نده مثلا من فلان چیز رو نفهمیدم، نه، هدف فقط فهمیدن اولیه است. خب این مورد رو شما میتونید حالا قبل کلاس انجام بدی اگر کلاس میبینی، یا حالا قبل درسنامه خوندن انجام بدی. تو هر دو روش کار میکنه. ولی دوستایی که حالا یکم زیستشون قویه و میتونن مثلا درصدهای 50-60 بزنن، نیاز به این کار نیست، اختیاری هستش.
طبیعتا اگر انجام بدی خب سودش هم میبینی، ولی خب دیگه اجباری نیست، بیشتر برای دوستانی که پایه به شدت ضعیفی دارن. یکی از روش‌هایی که زیستت رو تقویت میکنه همین روشه، به شدت هم تاثیرگذاره. دوستان مورد دوم چیه؟ مورد دوم مطالعه دقیق. اینجا بچه‌ها دو قسمت میشن، یا شما میای کلاس میبینی، کلاس داری با کلاس پیش میری، یا میای درسنامه میخونی. خب کلاس رو هم دیدی، خب باید جزوه‌اش رو بخونی دیگه، من تو برنامه‌ات واسط گذاشتم. الان رسیدیم به این مرحله و این مرحله. شما تو این مرحله باید به صورت کامل با دقت و تمرکز بیای پاراگراف ها رو بخونی و یاد بگیری، شکل هایی که هستن رو باید یاد بگیری، بعد کاملا بیای قیدهاش رو یاد بگیری، باید هایلایتش کنی دیگه. اصل مطلب همین مرحله دوه. کاملا باید همه چی دستت باشه، کاملا باید همه چی رو یاد بگیری. یعنی بذار ثبت کن مثلا فردا حفظش میکنم، نه، هر چی که هست رو تو مرحله دوم باید شما یاد بگیری. این مرحله پرتکراره. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک پاراگراف رو میخونی، میبینی که متوجه نشدی، یادت رفت، دوباره میخونی، میبینی که یادت رفت، دوباره. خب تا زمانی که بچه‌ها شما یاد نگرفتی و حفظ نکردی نباید از مرحله دوم عبور کنی. این از این. مرحله 3 چی میگه؟ مرحله 3 بچه‌ها بازگو کردنه. شما وقتی که مرحله 2 رو رد کردی و خوندی کامل، میای اون پاراگرافی رو که خوندی رو بازگو میکنی برای خودت. دستشو میذاری روش، میبینی، میخوای ببینی اصلا اون قیدی که هست رو درست میگی، اون شکل کتاب رو درست میکشی، نکات شکل رو درست فهمیدی یا نه. اینو باید با خودت بازگو کنی. خب هر آنچه در مرحله 2 خواندی رو باید بازگو کنی. موردی که هست بچه‌ها، بازگو کردن خیلی واقعا انگار جنگه، خیلی اصلا داد و فریاد میکشن. این شکلی نیست. شما باید انرژی خودت رو هم حفظ کنی. خب پس کمتر انرژی مصرف کن. خیلی داد و فریاد میزنن، حالا با صدای بلند میخوام بازگو کنن، نیم ساعت بعد انرژیش میفته، دیگه نمیتونه درس بخونه. برای همین بازگو کردن خیلی آروم، صدای خودت رو خودت بشنوی کافیه. میای هر چی که تو مرحله دوم خوندی رو کاملا بازگو میکنی و یاد میگیری. به این میگن 3 مرحله اصلی زیست خوندن. شما وقتی این مراحل رو انجام میدی، واقعا دیگه هیچ نیازی از لحاظ درسنامه و کتاب نداری. خب پس چی شد؟ من میام مرحله 1 رو انجام میدم. مرحله 1 چیه؟ نگاه اجمالیه. اگر زیستم ضعیفه، اگر تو مدرسه دولتی خوندم، اگر تغییر رشته‌ایم، اگر هر مشکلی توی زیست شناسی دارم، اصلا متوجه نمیشم این درس چی داره میگه، شما قبل از دیدن کلاس یا خوندن درسنامه باید بیای نگاه اجمالی رو انجام بدی. پاراگراف میخونیم. هدفم حالا با تمرکز و دقیق خوندن نیست، هدف اینه که شما فهم اولیت رو به دست بیاری، بدونی که آقا این پاراگراف چی میگه. خب اصل مطلب همینه. این مرحله برای دوستانی که پایه متوسط و حالا خوبی دارن اختیاری. میریم پایین‌تر. مرحله دوم مطالعه دقیقه. شما توی این مرحله یا جزو گروه 1 یا جزو گروه 2، یا درسنامه خوندی یا کلاس دیدی. خب کلاس هم دیدی، باید بیای جزوه‌اش رو دوباره حل کنی. الان توی این مرحله چیکار میکنم؟ میام کامل با دقت و تمرکز شکل‌ها، پاراگراف‌ها، قیدها، هر چیز مهمی رو هایلایت میکنم و میخونم تا زمانی که یاد نگرفتمم رد نمیشم، چون به شدت مهمه واسمون. بعدش که 2-3 بار این مرحله تکرار شد، گفتیم مرحله پرتکراریه و اگر یاد نگرفتی باید دوباره تکرارش کنی. وقتی که مرحله 2 تموم شد، میریم سراغ مرحله 3، بازگو کردن. بازگو کردن یعنی هر چیزی که تو مرحله 2 خوندی رو به خودت باید یاد بدی و انگار خودت معلم خودت میشی. این بازگو کردن باید با صدای خیلی کمی باشه و صدای خودت رو خودت بشنوی کاملا کافیه و اصلا نیازی به داد زدن و انرژی زیاد مصرف کردن نیستش بچه‌ها. این از 3 مرحله زیست خوندن. الان بریم سراغ 2 چیز خیلی مهم. بچه‌ها مورد بعدی که هست راجع به قید هاست. این قیدها همیشه توی زیست شناسی واسه ما مشکل بودن، همیشه هم به شدت مهم بودن، پرسوال هم بودن و هنوزم که هنوزه توی کنکور محبوب دل طراح. بچه‌ها ببینید، شما برای اینکه قیدها رو خوب یاد بگیرید، راهش مرور کردن. یعنی شما باید خیلی بخونید. خب چندین بار باید شما بخونی، مطالعه کنی و ازش یاد بگیری.
یک راه به شدت خوبی که دارم نوشتنه. بچه از نوشتن نترسید، هر چقدر بنویسی به نفته. بیا بنویس که مثلا بله من اینجا می نویسم بلبل‌های قرمز در انسان و بسیاری از جانوران بدون هسته است. خب من اینو نوشتم، الان این دیگه یادمه، من میدونم که آقا این بسیاریه. خب این مثلا همه نیست، این مثلا برخی نیست، این بسیاریه. من اینو نوشتم. با نوشتن شما میتونی کامل یاد بگیری. مورد بعدی که هست، میتونی بیای وقتی به قیدها رسیدی مخالفش را به خودت بگو. مثلا میگم من دارم اینو میخونم، خب گلبولهای قرمز در انسان و بسیاری از جانوران بدون هسته هستند. پس سری میام میگم بسیاری، همه نه، بسیاری، برخی نه، بسیاری، همه نه، بسیاری، برخی نه. وقتی این رو هی داری تکرار میکنی، فردا سر جلسه قلمچی وقتی این متن رو میبینی، وقتی این خط رو میخوای بخونی، ناخودآگاه ذهنت وقتی به این بسیاری میرسه داد میزنه، میگه همه نه، برخی نه. خب اینم یکی از راه‌هاست. راه سوم چیه؟ استفاده از کتاب‌ها. ما توی خیلی سبز یه کتابی داریم به نام قیدنامه. میاد به عنوان صحیح و غلط قیدها رو ازت سوال میپرسه و میتونی حلش کنی. اگرم حالا تهیه کردین به من بگین، میتونم تو برنامه‌تون بذارم به صورت روتین، هر شب مثلا حدود 20 تا 25 تا، چون خیلی کمه دیگه، حالا صحیح غلطه، میتونی حلش کنی و خب توی قیدها هم به تسلط نسبی برسی. مورد بعدی که خب خیلی هم سخته واسه بچه‌ها شکل‌های کتاب درسی هستند. شکل‌های کتاب درسی به شدت در چند سال اخیر مورد توجه طراح بوده. هر سال تعداد تستایی که تو کنکور میاد میره بالاتر از این شکل‌ها و به شدت هم بچه‌ها واقعا کار خودتونه، یعنی هیچ استادی نمیتونه 100% پوشش بده. خب درست داره بعضیا مثلا استاد فرهمندی، استاد حنیف عظیمی خیلی بهشون اشاره میکنن، ولی خب طبیعتاً 100% پوشش رو نمیده. شما باید یک سری کارها رو هم خودت انجام بدی. مورد اول چیه؟ شما میای متن کتاب رو یا متن جزوه رو یا متن درسنامه رو، حالا از روی هر چی که میخونی، با شکل باید بیای مقایسه کنی. باید ببینی، مثلا میگه مثلا حالا رو لیگو وارش ملخ این شکلیه، مثلا باید بیای تو شکل نگاه کنی بگی آره این شکلیه. باید ببینی، حافظه تصویری بسازی. به این میگیم حافظه تصویری. این است. راه دوم چیه؟ دوباره کشیدن شکل. من یه خطم خیلی بده، یه شرمنده‌تونه. کشیدن شکل. بچه‌ها ببینید، من زمان سال کنکورم جدول تناوبی شیمی رو بلد نبودم. رفتم تو اینترنت سرچ کردم، از استادم پرسیدم، 1000 تا شعر و داستان واسم میگفتن که این جدول تناوبی حفظ بشه. من اومدم چیکار کردم؟ اومدم کشیدم. جدول تناوبی شیمی را 4 الی 5 بار بکش. این رو خودتون امتحان کنید. اگر نتیجه نگرفتی بیا هر چی میخوای بهم بگو. بدون داستان، بدون هیچ گونه شعر و جفنگیات و اینجور چیزا کاملا یاد میگیری این جدول رو، حفظش میکنی. اولا خیلی سخته ها، یعنی کاملا اون وقتی میخوای بکشی، ببین هنوزم یادم مثلا وقتی میخوای بکشی مثلا این ستون ها رو کم میذاری یا میبینی مثلا جا نشد یا حالا اضافی کشیدی یا هر چیز دیگری، ولی بیا بکش و اینجا نامگذاری کن. 4-5 بار که این کار انجام دادی کاملا جدول انگار توی ذهنت حک میشه. من با همین روش جدول تناوبی رو کاملا یاد گرفتم و اولین سوالایی هم که توی شیمی جواب میدادم مربوط به همین جدول تناوبی بود، چون خوب یاد گرفته بودم. پس شما هم برای اینکه شکل‌های زیست شناسی رو خوب بلد باشین باید بکشید، نترس. اول پیشنهادم اینه 4 الی 5 دقیقه صرفا نگاه کن. به شکل نگاه کن. آقا این شکل چی داره؟ ملخ رو چطور کشیده؟ مثلا میگم قده بزاقه ما رو چطور کشیده؟ دهان ما رو چطور کشیده؟ کبد رو کجا کشیده؟ خب کبد سمت راست یا چپه؟ پشت کدوم اندامه؟ جلوی کدوم اندام حساب میشه؟ اینا رو فقط نگاه کن. 4-5 دقیقه مشاهده که کردی 4-5 دقیقه
بیا بکش. بابا به خدا کار سختی نیست، اینا حل میشن. بیا بکش. بیا 4 5 بار بکش و قول میدم که مشکل حل میشه. و همچنین هست، حالا یک راه دیگه هم واسه این موضوع هستش، کتاب‌هایی هم هستش، باز هم حالا کتاب‌های خیلی سبز اینجا خیلی جلوترن که تحلیل شکل دارن. من حالا یادم سال 402 این کتاب چاپ شد، خیلی هم استقبال شد، ولی خب این دیگه چاپ نشد. حالا نمیدونم الان هستش یا نه، ولی خب میتونیم بگردیم و ببینید. یک کتابی مخصوص تحلیل شکل‌ها، نکات شکل‌ها رو اومده پشت سر هم نوشته و خیلی کتاب کاربردی هستش. این از این 20 دقیقه ویدیویی که واسهتون ضبط کردم، هدف از این ویدیوها صرفا کاربردی بودنه. من اینجا نمیخوام شعار بدم، علم خودم رو به رخ شما بکشم، مثلا بگم من این همه چیز بلدم. من 3 سال پشت کنکور بودم، واقعا همه اینا رو من خودم بلدم. ولی میخوام یک چیزی بهتون تحویل بدم که کاربردی باشه بچه‌ها، به دردتون بخوره. من الان بیام میومدم مثلا برای زیست خوندن 12 مرحله اینجا مینوشتم، اصلا تو اجرا میکردی؟ نه. اومدم خیلی ساده 3 مرحله گفتم بچه جون برو اون اجرا کن، حتما نتیجه میگیری. همینو بس. واقعا سعی کنین تو این ویدیوها یه چیزهایی رو استخراج کنین از حرفای من که به دردتون بخوره و مطمئن باشین با این ویدیوها میشه نتیجه گرفت، چون من خودم نتیجه گرفتم. خب من تو مدرسه دولتی میخوندم، زیستم خیلی ضعیف بود و واقعا با همین نکات که بهتون میگم میشه به درصدهای خیلی بالا رسید. این روش مطالعه زیست بود. این 3 مرحله رو رعایت کنید و هر جایی مشکلی بود، سوالی بود، حتما به من بگین و اگرم تغییراتی لازم بود توی حالا برنامه‌تون توی درس زیست شناسی اعمال کنین، بهم حتما بگین که توی برنامه‌تون لحاظ بشه. تا ویدیو دیگر، فعلا خداحافظ.